سر گلبرگ‌ها رو سایه میزنیم. در قسمت پشت رو از رنگ 28 کیمیا 1 خال، 20 کیمیا 1 خال و 23 کیمیا نیم خال برای رنگ‌آمیزی استفاده. از اینکه بریز زدید و به این حالت در اومد، از رنگ 20 کیمیا گلبهی برای سایه زدن من الان استفاده کردم. کیمیا اضافه نارنجی 4 کیمیا. وقتی رنگ به خوبی مخلوط شد، به قطعه ابری رنگ رو می‌کنم.